قراره این گردونه شانس برامون تعیین کنه که امروز خوراکیامون رو چه رنگی بخریم. بریم ببینیم رنگ خوراکیای امروز چه رنگیه. من دوست دارم نارنجی باشه چون استایل من نارنجی. سبز خوراکی سبز داریم. خب من هرچی خوراکی سبز بود تو بازار براتون خریدم که بریم با هم دیگه تستشون کنیم. چون خودم عاشق قهوه میخوام با این آیتم شروع کنم. یه نوشیدنی کافئین دار، نوشیدنی کاپیچینوه که مارکش هم کوالاه. تستش کنیم. بچه تاریخش گذشته. این نمره 0 رو میگیره از من. آیتم بعدی که این های بای با طعم سیبه. حالا های بای غیر شکلاتی نخوردم. بوی خیلی خوبی داره. خیلی مزه اسانس سیب میده که آب نباتا که طعم سیب داره یا آدامس سیب چه طعمیه. یه مزه ای از اونو داره. قیمتش هم 15,000 تومنه. کلا طعم غیر از شکلات رو نمیپسندم. پس نه. آیتم سوم این چوب شوره. بابا اتی بود. این چوب شورشه. بریم تستش کنیم. قیمت چقدر بود؟ خیلی طعمش خوبه. انگار داری نودل میخوری. اینو دوست داشتم. حالا بریم سراغ این پاستیل شیبابا. چه حالا 50,000 تومان ما پول پاستیل میدیم. این شکلیه. چه خوشمزه. ولی مزه هندونه نمیده. اسنک پیاز جعفری از برند یامیه. اینو قبلا خوردم و دوست دارم. میریم سراغ این نوشیدنی مانستر که طعم اولترا پاردایسه. خیلی خوشمزه است. طعم خیلی کم میوه‌ای داره. شیرینیش اصلا زیاد نیست. خیلی خوشمزه است. عجیب ترین خوراکی که این سری خریدم پنیر با طعم زیتونه. ببین انگار داری پنیر خامه‌ای میخوری کنارش هم زیتون. همین. قیمتش هم 115,000 تومنه. ولی من دیگه نمیخرمش چون من عاشق پنیر شورم. آیتم بعدی آیتم مورد علاقه مامان منه. کیک میخریدیم شکلاتی بچه بودیم. مامانم میگفت برای من کشمشی بخریم. طعم بچگیامو میده. به خدا انرژیزا با یه چیز شیرین خیلی خوشمزه میشه. آخرین آیتمم این آدامس از برند ایکس فسته که طعمش هم نعناییه. میخریدیم 500,000 تومان. طعم نعناییش زیاد نیست. من فکر نکنم طعم نعناییش زیاد بمونه. مرسی که چنل من سابسکرایب میکنین. کلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه خدافظ.